برادران، کم کنید از کیک درست کردن و هنرنمایی در منزل. مرد درست کردن را افزایش دهید. آینده امت ما نیاز به گوسفندهای سربزیر ندارد، بلکه به شیرهای جسور و قلبهای مؤمن نیاز دارد. مادرم، به پسرت بیاموز که نماز صبح را فقط زنها در منزل میخوانند. شلوار تنگ و مدل غربی شده ها علی ابن ابی طالب نمی سازد که فاتح خیبر شوند. آنها که در قصه های غربی گم شده اند در همان توهمات می مانند. فرزندت را صلاح الدین صدا بزن، او را از سعد ابن ابی وقاص باخبر کن، به او محبت ققا را بیاموز، به او بگو از زندگی عمر ابن خطاب، بگو که چگونه با لباس پینه دار امپراتوری های بزرگ شرق و غرب را به زانو درآورد و نامش در تاریخ ماندگار و فاتح دلاور قدس شد. او را آگاه کن، او را بفهمان، او را یاد بده تا بداند کسی که فقط برای خودش زندگی می کند هیچ خیری در او نیست. به دخترت بگو با قهقه های بلند و لباسهای نازک هیچگاه خوشبخت نمی شود. به او بیاموز که خوشبختی فقط در راه و روش فاطمه بنت نبی علی نبینا و علیه السلام است. عایشه ام المؤمنین از قبرها حیا می کند. اگر ام ایمنی نبود هیچ اسامه هم به وجود نمی آمد. اگر اسما نبود ابن زبیری در کار نبود. اگر خنسا نبود فرزندان دلاور و قهرمان شهیدش وجودی خارجی نداشتند. مادرم، مرد جنگی تربیت کن و بساز، نه مرغ خانگی. زندگی عمر ابن خطاب را الگوی فرزندانت قرار بده و در زندگی صحابه پیامبر ختمش بگیر تا سعادت دنیا و آخرت نصیبتان شود. بخشی از خطبه امیر دلاور فاتح قسطنطنیه سلطان محمد